شعله، شواله. بله. الو. این کلمات موجودات زنده هستن و ما اینجا 4 بخش مراحل رشد یک کلمه رو دیدیم که همه یک پایه دارن. آلو، ببین شعله، قبل اون از چی گرفته شده شعله؟ شوالو، شواله. آلو داخلش هست. آلو به شکل خالص در یک لهجه دیگر هم داره گفته میشه و قبلا هم بررسی کردیم که مردمان گیلان هر چی کلمه اورجینال دارن از خودشون، تو مثلا گیلکی حالا رودباری که میگن فعلا یه خوری که با هم متفاوتن که عادیه، همه مبنای ترکی داره. تو یه پست چندین کلمه رو در آوردیم. حالا اینجا آلو، آلبالو شنیدی دیگه، آل بایراق، آلو، اینا همه سرخی و آتیش در دل خودشون دارن. چون از حلو آلو گرفته شدن و آلو اینجا داره دیده میشه که شوالو یک مرحله زندگیشه که در نهایت میشه شعله. چقدر قشنگ اینها کنار هم حیات خودشون رو ادامه دادن و همینه که مثلا وقتی میگیم زبانهای سامی توی مرحله یه بخشی ازش جدا شده فریز شده، مثلا عبری فریز شده، آشوری در اومده فریز شده، آرومی در اومده فریز شده. این مراحل رشد یک زبان. پوسیده، بوبخسته، بپیسه، پوسابه. پوسیده به پیسه، هم پوس هست هم پیس. حالا بیا تو ترکی. پیس، پوس، پاس، کنار هم، پاس زنگا هم، پاسلانب یعنی تخریب شده دیگه، رو شب بین رفته. پاس کنار پیس، پیس یعنی خراب شده، فرسوده، پیس olmuş، پیسی var. اوکی. حالا پوس، پوسیده، اینم مبنای ترکی داره. میبینیم ما اینها رو هیچ وقت بررسی نکردیم، نمیمدیم بگیم که آقا این کلمات ریشهشون چیه و شما زبانی که داری صحبت میکنی از چه اساسیه. یکی دیگه اومده برامون تعریف کرده که اونی که با ترک جنگیده و نمیخواد که شاخه های مختلف ترکی یه جا جمع بشن. به خاطر همینه که خودمون باید بیایم تو میدان و دوباره بسازیم هر چیزی که مرتبط به زبان این علم کلمات. اگر اینها رو درست بگیم این همگرایی قدیمی ما دوباره زنده میشه.